به یک نظام مخصوص بنان. با مدرسین پیشنهاد ما ایست به حیث برادری خردشان ما اعلان کردیم که تا دم مرگ طالب علم استم از بزرگای خود می آموزم، ولی بزرگای ما اجازه بتن که یک مشوره بتیم. باید در نظام ساختار مدرسه داری ما تغییر بیاید. ای مسلمانان، ای علمای کرام، والله قسم از قاضی حمدالله چیزی جور نمیش، والله قسم از میرزا قطبیه و میرزاهید چیزی جور نمیش، والله قسم از صدرا چیزی جور نمیش، والله که از شمس بازغه چیزی جور نمیشه. ولی مسنات به تکریر علمای دیوبند بالای صدرا را من میدانم، اما در زمان از اونا میشد، فعلا نمیش. زمانه تغییر کرده، خواست جامعه تغییر کرده. تا چند سال پیش کمونیست میگفتی، فعلا چرا نامی کمونیست نمیگیری؟ غرب میکوبی. مثلا عقیده تحاویه جز درس یک مدرسه حنفی باید بوده باشه. عقیده تحاویه، العقیده تحاویه 7 شرح داره، باید جز یک درس مدرسه باشه. و اگه یک طالب 13 سال درس میخونه، روزی یک آیت یاد کنه چقدر میشه؟ روزی یک صفحه یاد کنه چقدر میشه؟ روزی 5 صفحه یاد کنه چقدر میشه؟ اگر یک طالب در تاریخ 12 سال ما یک حدیث را مستند یاد کنه چقدر میشه؟ والله که ما ظلم کردیم. ما زمانی که سلم را میخوانیم 6 سال، صدرا را میخوانیم 6 سال، والله قسم براتون بدون ریا میگم 206 سبق سلم تصور است، سرچپه تکرار میکنم. اول 206 با 205 با 204 خود 206 11 سوال داره. اول سوال 11 با دوم با نهم. والله قسم که بر ما فایده نیست، نبود فایده، ولی الله از عمر ما پرسان میکنه. از این چیزی جور نمیشه. بیایم همین عمر به چیز دیگری مصرف کنیم. بنان نه تعرض علی کسی میکنم، نه خدای نخواست به خاطر که من بد میبرم از طریق میز خطابه یک عالم دیگه عالم بد میگه، خوشی من نمیاد. صرف به عنوان بیادر گناهکارتان برادر که خرد کوچک طالب بچی شما این پیشنهادیم است که به درد امت نمیخوره. که ما یک بخش زندگی را به طالب مدرسه ما، یکیش به اطفال بچه، یکیش به اطفال دختر، ولی یک چیز در نظر که شرایط حجاب شریعت و شرایط فقه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه که در چالش متوجه نشویم، به این خاطر اینی پیام است. بنان ما درد داریم، ما بسیار مشکل داریم. والله قسم است که وقتی که یک موی سفید پرسان میکنم فاتحه را نیمش یاد داره نیمش نه، در تحیات السلام علینا را میمونه، السلام علیک را میمونه، السلام علینا میگه، بس از این بالا دیگه چیزی نداره. میگه در یک عمر ما میره خواندیم. بنان از درد ملت خبر شویم. وقتی که ما اگر همی 8 کاتگوری را تقسیم کنیم، فاصله بین عوام و ملا، فاصله بین زن و مرد به خشونت ملا علی زن، فاصله پوانتونی و ملا، فاصله استاد دانشگاه، فاصله دولت و ملت، این از بین